عرض سلام و ادب. تو درس امروز میخوایم در مورد خط صحبت کنیم و حالا اصطلاحات انگلیسی مربوط به اون. بیشتر هدفمون شناخت کامل خط هست. صفحه مختصات رو توی تصویر دارید و محورهای عمودی و محور افقیش مشخص شده. صفحه مختصات میشه coordinate plane، محور عمودی میشه vertical axis و محور افقی میشه horizontal axis. خب فرم کلی خط به این صورت هست: y مساوی است با یا y مساوی است با a x به علاوه b. خب همطور که میدونید a یا ضریب x در واقع شیب خط و B عرض از مبدأ یا محل برخورد خط با محور Y هاست. خب شیب میشه اسلوپ، محل برخورد نمودار با محور Y ها یا همون عرض از مبدأ میشه Y intercept. حالا اینا رو پاک میکنم. میخوایم یه دونه نمودار از خط داشته باشیم و این دوتا A و B رو روش مشخص کنیم. ببینید فرض کنیم که یه چنین خطی داریم. برای اینکه توی این خط بتونیم در واقع A و B رو مشخص کنیم، اون چیزی که واضح هست و خیلی راحت میشه دیدش محل برخورد خط با محور Y ها. ببینید نقطه 3، یعنی الان B به راحتی مشخص شد 3. ولی برای A یا شیب یا همون اسلوپ در واقع ما میگیم تغییرات Y به تغییرات X. یعنی اگر ما نقطه دیگری داشته باشیم و بخوایم از نقطه اول به نقطه دوم حرکت کنیم، چقدر ایگرگش تغییر کرده و چقدر ایکسش. فرض کنیم حالا ما این خطمون رو یک کوچولو امتداد بدیم، میخوایم نقطه دوم رو اینجا در نظر بگیریم. ببینید در واقع ما اگر اینجا یه مثلث قائمه درست کنیم تا نقطه اول به نقطه دوم برسه، تغییرات ایگرگ در واقع ایناست، میشه 2 به تغییرات ایکس که 4 تاست، 1 خونه 2 خونه 3 تا 4 تا، پس میشه 2/4. پس اینجا شیبمون یا ایمون میشه 2/4 یا همون 1/2. پس A میشه 1/2. خط فرضی دوم رو به این صورت رسم کردم. ببینید عرض از مبدأ باز مشخصه، نقطه -2، یعنی ما B رو داریم تا اینجا، Y مساوی است با AX به علاوه B که AX به علاوه B، B مون -2، پس میشه Y مساوی است با، حالا ما -2 رو قرار میدیم. میخوایم ببینیم AX مون A چنده. گفتیم از نقطه اول شروع میکنیم، میخوایم به یه نقطه فرضی دوم، حالا ما این نقطه رو اینجا در نظر میگیریم، حرکت کنید و یه مثلث قائمه درست کنید به این صورت. خب حالا تغییرات Y 2 تاست، میشه پس A مون یا شیبمون میشه 2 به تغییرات X مون هم 2 تاست، 2/2 که میشه 1، یعنی میشه 1x منهای 2. پس شیبمون اینجا معادله خطمون به این صورت هست: Y مساوی است با x منهای 2. خط بعدی رو ببینید به این صورت فرض کردیم، دو تا نقطهشون با هم رنگ سبز روی نمودار مشخص کردیم. خب اولین نقطه که نقطه‌ای به مختصات 0 و 4 هستش، در واقع B مون رو نشون میده که اون رو می‌نویسم 4B مون هست. این چیزی که باید در مورد این خط مد نظر قرار بدیم، این خط در واقع دارای شیب منفی هست. ببینید اگر زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور X ها، ببینید الان محور X هامون 2 تا جهت داره، این سمت در واقع جهت مثبتشه
و این سمتی که من با رنگ صورتی در نظر میگیرم میشه سمت منفیش. خب حالا از نقطه‌ای که اینجا برخورد کرده خط به این سمت با سمت راست، یعنی با جهت مثبت محور ایکس ها در نظر بگیریم، زاویه‌ای که درست کرده زاویهش بازه، بنابراین این خطمون شیبش منفی هست، یعنی هر عددی که به دست آوردیم کنارش منفی هم میذاریم. ببینید الان از نقطه اول به نقطه دوم اگر بخوایم مثلث قائمه درست کنیم، خب تغییرات ایگرگمون یه دونه است، تغییرات ایکسمون 2 تا، ولی ما باید اینجا منفی 1/2 قرار بدیم چون این خطمون شیبش منفی هست. پس میشه منفی 1/2 ایکس به علاوه 4 تا. خب حالا برعکسش ما یه خط رو داریم با یه معادله و میخوایم این خط رو رسم کنیم. من 2 تا روش پیشنهاد میدم. روش اول روشیه که شما بیاید محل برخورد با محوراش رو حساب کنید و بعد خط رو رسم کنید. خب برای محل برخوردها اول جای ایکسمون 0 میذاریم. خب پس میشه وای مساوی است با 2 در واقع در 0 ضرب بشه به علاوه 4 که این میشه 4 تا. حالا یه بار هم بیایم جای وای در واقع 0 بذاریم و مقدار ایکسش رو به دست بیاریم. در واقع باید این معادله ساده خطی رو حل کنیم. 2x به علاوه 4 مساوی با 0 که 2x مساوی است با در واقع منفی 4، x مساوی است با منفی 2. خب ببینید ما الان 2 تا نقطه تو صفحه مختصات داریم. برای رسم خط 2 تا نقطه کافیه، نقطه 0 و 4 و نقطه منفی 2 و 0. به راحتی میشه با وصل کردن این 2 تا نقطه به هم خطمون رو رسم کنیم. خب روش دومی که برای رسم این خط میتونیم پیشنهاد کنیم روشی هستش که شاید تو کتاب‌های ما تو ایران کمتر بهش اشاره شده، ولی تو کتاب‌های کشورهای دیگه بیشتر با این روش داره حل میشه تمرینات. ببینید الان نگاه کنید، برای رسم خط به روش دوم، حالا من خطو پاک نمی کنم برای اینکه با روش دوم هم ببینید. اولین چیزی که لازمه داشته باشیم AM یا همون اسلوپ یا همون شیبمون هست که اینجا 2 هست، در واقع 2 یکم دیگه. 2 ما میگفتیم تغییرات Y و 1 در واقع اینجا تغییرات X هست. از نقطه 4 که اون رو اول مشخص میکنیم، گام اولمون اینه که نقطه 4 رو مشخص کنیم. خب حالا از نقطه 4 میگه 2 تا تغییرات Y داره، پس 2 تا برو بالا و 1 دونه برو راست. خب پس ببینید نقطه دومش هم مشخص شد. حالا به این صورت اگر ما این 2 تا نقطه رو به هم وصل کنیم، خطمون رو در واقع که خط حالا داریم خط از قبل، ولی خطمون رو رسم کردیم. یعنی به این شیوه هم میشه اول در واقع مراحلش رو یه بار دیگه میگم. اول عرض از مبدا رو مشخص میکنید و بعد از اون شیب رو، و شیب یک نسبت هست، صورت و مخرج. خب این تغییرات Y بود یا همون دلتا Y یا دلتا Y، اینم تغییرات X بود. خب اول تغییرات X صورت 2 تاست و بعد تغییرات Y صورت 2 تا و بعد تغییرات X. پس گفتیم که تغییرات Y به تغییرات X که حالا تغییرات Y یا همون vertical change و تغییرات X همون horizontal change که حالا به این صورت هم نشونش میدن rise run. خب برای این جلسه کافیه، خسته نباشید. امیدوارم که مفید واقع بشه.